aqlinakni agum jang pankni agum chikni kukine ocha jang namekim ocha nemiram kor mekim agumja dakhil misham خیلی حینم کار نکنی نمیشه و بیستون داخل نمیکنن نه اینه تیسا بومدن یوش بومدن او سالای تیسا یا نبودن که مثال دانشش شروع به دانشش بعد نه به دانشش شروع بودن بچه خراکترش خوب بود بچه گنده هم نبودن مثال نه به حرمتی نه به عزتی نه گفتمش نه را بچه هم رسیه او که میرم او چند تاریخ گفتم خیبره گفتم خیبش چی که در رسیه اومد من یه بار 4000 روسی روی که دست خونه نداشتم خونه آده نداشتم صدیق زمین دارم اونجا خونه میکردم امروز داجش سومم نگفتم چی هم نگفتم امی اکاو دادم خیاردم کردن این قبوای بانک گفتم قرض کردم خیلی خونه کردم گفتم خدی بچم سرما پناه کنم بشین در خونه دوست یا مو میشینی دمو میشینی در خونه دوست چند خانه مثال نمیشه که سال بشینی خونه در کدوم سال رفت نه مو اومدم رسیه ایستاد گفت که چه سه چهار ماه زنگم نزد کار که نکرد دلیل نشد که زنگم زنه بعدم تایی اشنوش گفتم که همین طلب زنگم نمیزنم تایی من سه ماه چهار ماهی زنگم نمیزنم پدر مایدنی و رفت گفتم همین اتم ایسا قایم بچم ایسا گفتن که چیه گفتن که ما رو هم تایی می نویسه روی میکنه گفتم که بگینش لو چه میگم نه زنگ بزنه خیلی هم تایی زنگم زد گفت که هم تایی چه کار میکنه اینجا اوجا فهم میکنه سموم رو نمیتر گفتم بچه‌م بی عقلی نکه بخیر بیا گفتم گریستم نالدم کمپیری و چند فرمید اکم که بگید بیلت بچه همیست رای کتا بیلت چی پیدا بخیر بیا یک همی زنگه براش شلم بید دست نیست که فرزند چخیله بیلت چکرتن کم اومده 12 ینور 2016 اومده بچه اون هم ایستاد 2016 اومده رسیه 10 سالگه در دنغره گشتک 10 سالگه در تاجیکستان گشتک 10 سال 4 ماه گشتک گفتمش که چی کرد گفت چه میرم کار میکنم گفتم خیلی باید زن دادم در کار مثالی از زندگی چکنی خیلی نجمی نمیشه و گفت چه بچه رسیه میرم چه رسیه میرم کار میکنم یا خیلی زن میگیرم خیلی اگون چی میگیرم ماشین میگیرم تاکسی میزنم گفتم که خیلی مایش بچم برا او رسیه رفت با در رسیه اومد 10 سالگه 9 ماهگه اومد کار کرد 10 سال پس اومد با 9 ماهگه کار کرد ماه اکتبر شد 5 اکتبر رفت که رسیه گوچه گردام درد میکنه میام درد میکنه خچم کسل و قمازش نیست سلامتیاش خوب نیستن سلامتی نفس نداره گفتم که خیلی بیا گفتم بود چی میشه گفتم خنک شده گفتم خیلی بیا خیلی بال کشیده شد بو میره خیلی اومد ایرسیه دفعه دیم اومد و دفعه گولک بود اومد نکده بود کاری چی کار من 4000 روسی روی که بود 90 سوم سومی روسی خیلی دفعه رفته 3-4 سوم روی کده کم من وقت کم قرض دادم بانگوم خیلی سومی بانگوم سپردم چیکار گفتم خیلی بیا اومد در 9 اکتبر 25 اکتبر اومد در هم 6 دکبر قفیدنش خونه اومد امیت بود دکش دم کشتن ایش میگه که تایید که گم 3-4 خیلی زیفی که زره خدای چکو کرد و خیلی بردنش 4 ماه دست سوزو ایستاد 4-5 ماه دست سوزو ایستاد امی سود پرکرار بردن آوردن خیلی امیت میگه که تری باید میگه خیلی سلفیش زدن 3 ساله 4 ساله گفتن خیلی تایی سلفیش گفتن با 2 روز نوشیده سود نرفته 2 روز پیش گفتن 401 زدن هم 307 زدن هم 401 زدن یک بار تاجیکستان همون تلفونش هم گفتم گوش کم یک بار تاجیکستان قطعه آشناش گفت زده است شلخ چکم خیلی چی میدون بخیر یک بار قطعه آشناش گفت زده است گفته است که بیا چی میریم بیا بریم نمیسا را کشتن در خونه نمیسا میشینیم بچه بی عقل برو چون که رهشون دست خیلی گولک بود بی عقل بود 18 ساله بود خیلی چی کنن می قگب زد از آشناش گفته است که خیلی میبینیم اگر شبا میریم که با بچه آشناش است که این نمیریم گفته این میگه بچه هم که شوخی کامن نمیرفتم و چمن طرزی شوخی گپ زدم میگه من نفهمیدم میگه 2015 تایی گپ نبود این گپ ها میگه مدت بود که بیا میریم بس سوریا میریم نشتا که پرتو روسو فهم میکنن سموم را نمیتن میریم چی میریم اور از سوریا میریم مکناش سوریا میریم هم بچه امرام جا چست 40 نفر آدم دیدم من توقع نبودم 30-40 نفر آدم دیدم همه شوخی میکنن و خندیدن هم تاریخ خیلی چی کده همین مقصد که مثال من یا یردم کنیم نه مثال السلام علیکم ای داملایی که فخر ما هستی از جواب سوال هایی که پر از آیت و حدیث و شعر عبارت است قناعتمند می شویم. داملا من در منت یک رفیقم گرفتار شدم
که چند وقت پیش به من چند سو میداد. از آزار بسیار آخر سوم یافته او را دادم. آیا حال منت کن چه هست و من چگونه رفتار کردم؟ خداوند در قرآن میگوید یعنی یک برادر از یک برادرش، یک برادر یاردم کرده است یک رفیقش را و بعد یاردم کردن باز منت گذاشته است، آزار داده است، یعنی پولی من بود و سومی من بود و من بر تو دادم و دیگر طریقهای منت کردن بالای این برادر روا دیده است و این آخر مجبور شده است که از کسی سوم بیابد آن مقداری که یاردم کرده بود و برده واپس در دست این رفیقش دهد. آیا این چی می شود؟ گفته در باب همین منت خداوند در قرآن میگوید و ما یوق شح نفسی فاولئک هم المفلحون. صدق الله العظیم. کدام از بندگان من اگر دستی سخاوت دارند، دستی یاری دارند، خوش به حالشان که روز قیامت از عذاب من نجات می‌یابند. کدام شما اگر دستی جوانمردی دارین، دستی سخیگی دارین، دستی برادرتون گیرید، دستی همسایتون گیرید، دستی خواهر و مادر و پدرتون گیرید، انشاءالله خداوند به شما گفته ایستاده است فاولئک هم المفلحون. این جماعه جوانمردها و این جماعت سخاوتمندها روز قیامت از عذاب خدا نجات می‌یابند. حضرت مولوی هم میگوید به یک قول، به یک احسان 700 عوض بخشد خدا از فضل بی حد. یک سومتی خداوند 700 سوم در نامه اعمال تو می نویسش. لیکن در قرآن سوره بقره خدا چی میگوید؟ استعیذ بالله ولا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذاب. شما ای بندگان من وقتی که خیر میکنید، احسان میکنید، یاردم میکنید، بعد یاردم و بعد خیر و سخاوتتان چیکار کنید؟ منت نکنید و آزار ندهید کسی را. حضرت ابو ذر غفاری چی میگوید؟ میگوید از پیغمبر خدا شنیدم که پیغمبر گفتند ثلاثه لا یکلمهم الله یوم القیامة ولا ینظر الیهم ولا یزکیهم ولهم عذاب علیم. پیغمبر خدا گفتند 3 طایفه هست که اونها از نظر رحمت خداوند روز قیامت محروم هستند. خداوند این 3 طایفه را عذاب میکند. خداوند به این 3 طایفه در روز قیامت سخن نمیگوید. قال 3 مرات. ابی ذر غفاری میگوید همین پیغمبر 3 بار گشته و برگشته گفتند. حضرت ابی ذر چی گفتند؟ خواب و خسرو، خار شد، ذلیل شد آن کسی که در این 3 طایفه داخل می شود. زیرا پیغمبر گشته و برگشته میگویند که این 3 طایفه در لعنت خدا گرفتار هستند، عذاب خدا در گرفتار هستند. اینا کی هستند؟ یکم المسبل. پیغمبر گفتند کسی که اگر پاچه همین ایزارش، پاچه بروکش از بجلک پاش پایان باشد، اگر همین بجول پای ما و شما نتابد، اینها را پیغمبر خدا گفتند یک طایفش انا همین است. برای چی در بعض نمازها پاچه ها را قطع میکنند؟ مقصد از همین است. لیکن محدثان میگویند که اگر آدم پاچش اگرچه کشال هم که باشد، با همین پاچه کشالش تکبری نداشته باشد، فخر نداشته باشد، باکی ندارد. دویم کی هست؟ والمنان. دویم گروهی که در عذاب خدا گرفتار هستند روز قیامت کسی هست که در صدقات دادگیش منت میکند که من پولی من بود که تو راحت کردی، پولی من نمیشد تو از این بحران نمیبرآمدی، حیف شد که من همون پول بر تو دادم و دیگر منت هایی که میگذارند. سوم شاه حضرت چی گفتند؟ والمنفق سلعته بالحلیف الکاذب.
کدام آدمی که سوداگر است برای آنی که مالش سودا شود قسم دروغ میخورد، این هم در همین سه طایفه داخل می شود. دروغ قسم میخورد که همین مال